زنگ زدم امید که ببینمش. حرفای یه هفته اخیرش خیلی رفته رو مخم. آها یادم رفت بنویسم. امروز سه‌شنبه 24 آبان ماهه. ابرا آسمونو خاکستری پوش کردن. لباسامو پوشیدم و آمادم که برم سر قرار. ساعت 4:30 همون کافه همیشگی. از اتاقم که میخواستم بیام بیرون چشمم به یه قوطی کوچیک روی میزم افتاد. هیچ ایده ای راجع به خودش و نامه‌ای که زیرشه ندارم. تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه من اونو اونجا نذاشتم. تو دلم گفتم بذار برم، شب که برگشتم میبینم چیه. الان بازم دیر میرسم و امیدم که یه آدم نقنقو لوسه قهر میکنه. ولی هر کاری کردم از در خونه رد نشدم. قوطی در سفید با طناب داشت منو به سمت خودش میکشید. برگشتم سر میز، در قوطی رو باز کردم. اومدم بوش کنم ببینم چیه که بوی تندش با لگد صورتم رو پرت کرد عقب. گیج و منگ بودم. کاغذی که زیرش بود و باز کردم. نوشته بود باتراکوتوکسین، تنها داروی ثبت شده برای فراموشی اتفاقات تلخ و درمان تنهایی. احتمالاً برای درمان ناامیدی هم خوبه آبان. توی جیبت بذارش، تو نوشیدنی حل کنش و میل کن. به زودی میبینمت. این آخرین یادگاری منه. خیلی گیج شده بودم. پیام اومد برام از طرف امید. من تا 10 دقیقه دیگه میرسم. دیر نکنی. مغزم فرمان نمیده. قوطیو میذارم توی جیب پالتوی قهوه‌ای رنگم و راه میافتم. سلام خانم، خسته نباشید. سلام، خوش اومدید. یه میز رزرو شده به نام امید زاهدی. میخواستم ببینم کدوم میزه. بفرمایید میز شماره 7. خیلی وقت منتظرتونم. ممنونم. بالاخره رسیدی. خودت میدونی این تهران کوفتی همش ترافیک امید، پس خور نزن. یعنی میخوای بگی با ماشین اومدی؟ نه بابا، با مترو. ببین امید، رو مخم نرو. یه هفته از خواب خوش ندارم هر شب دارم کابوس ببینم. مترو چه خبر بود؟ مثل همیشه دیگه، شلوغ و بیدر و پیکر، پر از آدمایی که هر کدوم یه جوری غرق شدن تو دنیای خودشون. 1000 تا آدم و 1000 تا داستان متفاوت. خودتو که درگیرشون نکردی؟ نه دیگه، قلبم توان درگیری با آدما رو داره، نه مغزم. آره قبول دارم، ولی یه وقتایی حتی اگه ذهنت هم خسته شه باز قلبته که ادامه میده. پس خوب میشد اگه میشد این لامصب رو کنترل کرد. ببخشید آقایون، انتخاب کردین؟ بله، یه نوشیدنی سوینگ، یه اسلایس کیک شکلاتی و یه لیوان چای لطفا. چشم. امر دیگه ای نیست؟ نه هم. الان آماده میشه. به چی زل زدی؟ به این خانومه خیلی صداش و چهرش برام آشنا بود، انگار یه جایی دیدمش. دیوونه شدی یا همیشه میام اینجا؟ آها آره راست میگی، اصلا حواسم نبود. خیلی فکرم درگیره، ولی نگاه، مطمئنی این خانم قبلا اینجا کار میکرد؟ آخه حس میکنم یه جور عجیبی برام آشناست، مخصوصا سین گفتنش، انگار سینش یکم میزنه. نه، فقط تو یکم حساس شدی پسر. درگیر نکن خودتو. راستی نگفتی چرا انقدر فکر درگیر و جدیدن انقدر پرخاشگر شدی؟ کابوس چی؟ کابوس تموم این 15 سال. خودکشی بی‌دلیل سحر با اون سم لعنتی و تموم روزایی که به فکر بودنش شب کردم و شبایی که بالشش رو بغل کردم و زار زدم تا صبح شه. تموم این 15 سال تو این یه هفته مثل مگس دورم میچرخه. تو هم که این هفته همش رو مخم بودی. چی کار کردم مگه من؟ یه کله میگی درست میشه، فلان میشه، بهمان میشه. بهش هر چقدر بیشتر فکر کنی بهت بیشتر آسیب میزنه و از این دست چرت و پرتا که همیشه میگی. مگه غیر از اینه؟ آره دقیقاً غیر از اینه. ببین 15 سال زمان کمی نیست برای منتظر موندن تا همه چی بخواد درست شه. قسم به همین ساعت و لحظه که صبر و انتظار تلخ ترین اسپرسوی هستیه. من یه عمر هر لحظه دارم بیشتر ترک برمیدارم. تحمل کن رفیق، قوی باش. بمون و از خودت یه چیزی بساز که هرگز نمیشکنه. میدونی امید،
من خستگیامو گذروندم و تنهاییامو کنار گذاشتم. آخرش شدم اینی که الان روبروت نشسته. داخل لعنتی مهمونی برای اینه که آدم حالش خوب شه. من هر دفعه که تو مهمونی‌ها بودم بیشتر تنهاییمو بغل کردم و به عینه لبه عرشه رو دیدم. فکر میکنی من تنها نیستم؟ حس میکنی من از تنهایی و خاطراتی که توش به کلت سر میزنه کلافه نیستم؟ منم هستم، بیشتر از تو. ولی تو خودت مقصری، خودت ضعیفی. تو دلیل خودکشی سحری، فقط تو، با اون دنیای تراژیک و مسخرت. باز این چرندیاتو گفتی، ببند دهنتو. خب من یه نویسندم که برای نوشتن اون داستان کوفتیم نیاز داشتم یه مدت تراژیک و دارک و از این جور خزعبلات زندگی کنم. من سحر رو نکشتم. چرا اتفاقا؟ تو کشتیش. تو همون زهری بودی که سحر 15 سال پیش خورد. پس منتظر بمون تا سحر بعدی. خورشید از دل تاریکی بیرون میاد. تا سحر بعدی پول میگیری انقدر واهی حرف میزنی؟ آره اصلا من کشتمش. دل دادم به یوز پلنگی که کشتمش. اصلا میدونی چیه؟ وایسا دستمو بریدم. الان همه جا رو خون برمیداره. برام بشورم الان میاد. ماشاءالله اینقدر حواست جمعه. برو منتظرم. ببخشید خانم دستشویی کجاست؟ انتهای سالن دست راست. فکر میکنی من تنها نیستم؟ حس میکنی من از تنهایی و خاطراتی که توش به کلت سر میزنه کلافه نیستم؟ باتروکسین، تنها داروی ثبت شده برای فراموشی اتفاقات تلخ و درمان تنها. قوطیو از توی جیبم در آوردم. لعنت به این خاطرات و حس تنهایی که تموم وجود آدم اینه کنه میخوره تا آدم رو به همچین داروهایی بیاره. یکم از دارو ریختم توی ماکتل امید و بقیه‌اش رو ریختم توی چای خودم. چایمو هم زدم تا قشنگ حل شه. تا امید برگرده نامه رو باز کردم. دوباره میخونمش. چقدر دستخط شبیه دستخط سحره. لامصب پلاکت‌های خونم خیلی بدیاری میکنن. این رود نیل داشت خون میومد از انگشتم. اومدی؟ آره. اون چیه میخونی؟ هیچی، یه نامه قدیمیه توی جیب پالتوم. خیلی وقت بود نپوشیده بودمش، واسه همون ندیدمش. چی هست حالا؟ هیچ. باش. میدونی امید، زندگی دوباره برام بی‌معنیه. زندگی دوباره برای من یعنی انجام دادن دوباره یه اشتباه بد. من فقط لحظه رو زیستم. نه، تو به خاطر غرور تو داستان مسخرت تمام زندگی تو بردی لبه پرتگاه. شاید حلش نداده باشی، ولی تو اونو بردی لبه پرتگاه. قسم به تنها ستاره باقی مانده در آسمان. سوگند به تمام صور پر از خون شده در سینه شب که فراموشی بزرگترین نعمت طبیعت است و مردی تنها در لبه عرشه ایستاده است. او شنا نمی‌داند. کوسه های دندان تیز کرده در تماشایش و موجهای خروشان منتظر فرودش. من لبه عرشه رو دیدم. این بار این نوشیدنیش چقدر بدمزه بود. یعنی چی بدمزه بود؟ همیشه میخوری. نمیدونم، خیلی تلخ بود. راستی اسم سمی که سحر باهاش خودکشی کرد چی بود؟ سم؟ خون شد کف دستت. آره اصلا حالم خوب نیست. زود چای تو بخور بریم. خیلی داغ آخه. یکم منتظر بمون. برو باباش، پاشو بریم. ساعت چنده؟ 5:05 دیگه. الو. بله آقا. کاوه، امید مرده. سوال نپرس، فقط بیا خونم. آوردمش خونم، کوچه تک درخت. اومدم.